طرف برات شماره کارت فرستاده، همین که براش واریز میکنی بلاکت میکنه و دیگه جوابتو نمیده. بیا بهت آموزش بدم چطور از توی خونه با همون گوشی توی دستت پولتو از حلقومش بکشی بیرون. بریم برای آموزش. سریع از گوگل پلیس منو سرچ کن و سایت پلیس منو باز کن. حالا توی این صفحه نسخه وب اپلیکیشن رو انتخاب کن. حالا یه خورده بیا پایین، خدمات آگاهی رو انتخاب کن و ثبت کلاهبرداری کارت به کارت رو بزن و در نهایت توی این قسمت اطلاعات کامل خودت و هر اطلاعاتی از کلاهبرداری وارد می‌کنی یا تمام. از اونجایی که کلاهبرداری‌های اینترنتی این روزا خیلی زیاد و شایع شده، این پست رو حتما سیوش کن و تا میتونی برای دوست آشنات ارسال بکن تا بدونن توی یه همچین شرایطی چه کار باید بکنن. ضمناً اگر از پیج یا سایتی خرید کردی و کلاه سرت گذاشته، توی کامنت ها برای من بنویس تا دیگران بخونن و بدونن که از کدوم سایت یا پیج دیگه اصلا خرید نکنن. امیدوارم همیشه شارژ باشی.